بشیم که چیز گفتیم کار داشته باشم. تشنه که میرم کجا میری؟ اگر میشینم در خانه چرا شیشتی؟ بیرون میرم چرا بیرون رفتی؟ ما هیچ چیز نگفتیم. میارچی شما کار داره؟ میگم شما او رو صحیح نمیشناسم اما بچه خوب تو مشناسی؟ حالا تو در کوچه او رو دیدی که کدام تو دیدی در کوچه دیدی؟ تو دیدی آمد دیدی؟ خوار دیده؟ تو دیدی تعقیبش کردی؟ که از کمکشم خیلی دیگه خوبی از کمک نمیکنه 24 ساعت یا در موبایل مصروف می باشه یا میای که بچه همه گپ میزنه. تو در بیرون زحمت میکشی کار میکنی که دست ما به کس دراز نباشه. سلام. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر اومدی؟ ای جارو میکنم مولی را. بخیر اومدی؟ بریم خانه؟ کی از خانه؟ خانه هیچ کس. خانه ما کی میایه؟ برو ما اینم ما میایم چای. مادرم کجاست؟ از خانه است. خوارکم چطور که این گنگش گولیت رفت شد و که طرف خانه ما اومد اگه خود سرتب شو روز رفته هیچ بگیستید وقت گنگس گل نیست. شما نمیاین، شما خود دور گرفتین. بیاین شما که ما بیاین. خب شما نمیاین دیگه که من نمیایم. اوی نانو جان میفهمی که روسم رو دمی خانه اون دختر خدا یار جانش کم بخت مانده و زله شام میاد صبح ملازم پس شب خانه میره ده این دختر دیگه کم بخت دیگه برم دمی سرگرم دمی خانه روسم رو دکار ما هم رقم خودت وری رو جور دو روز ناجور هستم و خدا که علمی سرم گنگس می باشه درد میکنه ایچ با خدا دم جان خود رسیدگی که نمیتونم. نه نام خدا ما تو سر خود سفید هستی میگی سرم گنگس هستم در خود رسیدگی کردن نمیتونم. نام خدا ببینی روز بروز 14 ساله میشی. یه خوست نظر تسو نانو جان با میگه دل رقم اشار رنه اما کس از جان کس خبر نداره. خب گمش که بعد صورت باش که همین یک دفعه سرم گپ است یادم دیگه بسیار خوبش میشه. گمش که نانو جان همین چیزا رو نزن حیفت نکنه. بهترین چیزی نمیسته هر چقدر جگر خون باشی در خانه هر چقدر تشویش کنی کلش رفت همیشه. این نمیست که من از این جگر خونی ها بی گفا بخی دور مانده. الله پاچهی عمران خان برات نشان میده. با خدا خواه اما تو خوش خندان هستم که چرا؟ او خور سر چادرت ریختاندی. خیره دیگه لیخه چیز دیگه خون نیسته. الله نانو جان امیر گمش کوس ایلابتی چی که تو در جیبت انداختی؟ باشه یک کاف ناری خانه تو نریزه جیب من انداختم که تو بسیار دماغی یک بار معلوم میشه بعدت میایی کاره. حالا مرا بعد همین نسوار راست میگی. کجاست مادر شما؟
باش بر چای آوردم. چی کاری خوب جان؟ ای چی کنم دیگه؟ کجاست مادرم؟ سمون به بیرون از به نظرم. مادرم کجاست سر درخش نیست؟ هستن کلاگیشان هست سال میشه سمونجا. تلفن ده توبان ما برد یک چند گپ میزنم. چی گپ از باز خیره؟ ما که میرم بیرون امی دخترای مامایم طرفم یک رقم میبینه خواه او یا وا یا یکی دیگه این دوتا رو میبینه سر عمل یکیش نسوار میزنه دیگهش سیگرت میزنه کسی خانه ما دور نمیخوره از دست تفت بوی سیکو چیال است هر شنگ خانه رو نسوار گرفته او دیگه باز پیش مادر میشینه مادر ما می چیز نمیگیش که نزنه و بچه همی کار بد است دیگه است دیگه یک چیز بگویشان از گپ ما خب بیاز نمیشن کجا هستن صداشون که؟ سمونجا هست صداش کنم صداش که خدا مازده مادر هم چیز گفتم نمیتونه مادر چی بگوید مادر هم چی تو میکنه او بچه چی میکنی اینجا؟ بیا که اجمل آمده بود از چقدر باد آمده کار داره اجمل؟ بیخی یادت رفته برای ناخترم گفته بودم اجملم گفته بودم بیا کار دارم اینجا در خانه منتظرت است گفت کجا هست؟ ما گفت تو مین اینجا خب برو میایم دیگه چی برای اجمل یاد که میری خودت هم میری مزاحمت خب برو میایم دیگه برو صحیح نبیا دیگه صدایت داره حالا کی کار داره مزاحم ناق نه ارگمش میکنه گپ رو بانی سرمی اصل مقصد میکنه سر اصل مقصد او چی است؟ همی بچه کم نیست فردین جان سم بگیم در غلامیت قبول کن همی از ناجان برش الو نانو جان تو اشتباه نکردی که گپ زدی؟ بی؟ اشتباه کنم؟ اشتباه هیچ وقت الو تو میفهمی او دختر ما چقدر دختر خورده است نانو جانی گپ نزن او که وقت شوی کردنش است انو سلما خوارش دادم رویش است باز دیگه خوارکش است بازی است میفهم که از چیز کرده کلان است از آرزو جان که دمانه در وقت شویش نیست خور خب ریال دیگه ما خواستگاری آمد یه بارم یک مطرت می تخته که در تخته جور بیایه حاجت نجار نکرنده کنه حالا چرا وقتی که دختر کدی بچه خوش باشه بچه که دختر خوش باشه ما تو چی کار هستیم که در بین دو نفر مداخله کنیم چرا که جور بیه چرا خوش کنن یکی دیگره حالا خب بیگانه خونید که بیگانه باشه شکر از خود است میگه خوش نباشه جور نبیم نه خدا نکنه نه گپ نزن باز نانو بچه جان همه سکنم خدا شاخ شمشاد است نه دخترای ما کم نیست دخترای ما شاخ شمشاد است مقبول امانه ینگ جان نانو جان گپ اشتباه زدی که میگی تخته به تخته جور بیه حاجت نجار حالا چرا جور بیه بر چی جور بیه او خو ماما قوا خزی گپا گفتی اگان تو خبر نیستم توی گپا میزن دخترم در پیش ما شو روز هر در پیش تو شو روز میفهمم خال ما که گفتیم چیزه میفهمم که شو روز دختر در پیش تو خیر بیادر زاده دیگه نه باشه دیگه سپرد بیادرزاده من به خدا باشه دیگه نه والا نیترس که نانو جان از همی از خودگی چم دوستی خوب نبده صدایش کردم دیگه حالا اینجا سیگرت زده رو ایسته میگه برو باز من خودم میایم چی بگو ایشون دیگه از گپ من خود نمیکنه خیر مجبور شدیم دیگه دور باشیم از این بدتر میشه خب خودت بگو یکان چیز پشتیش هم میگرفت حالا بیا پوله کن صبر ما برای جورش میکنم باش مانده برای الان چقدر اذیت میکنه شما را اذیت بیاز اذیت میکنه خانه جارو کردن نمیمونه دیگه نمیمونه ظرف شستن نمیمونه اینم اینجا اعصاب خرابی اونم سیگرت زده میره اعصابش خراب است کل چی خود سر ما خالی میکنه سیگرت خو رقم نه زیاد من کدام عمل دیگه پیدا کرده او روز بود پیشان کدام چیز بود کم بود مادر ما بگیره باز مچم چی رقم کردن بین خودم حالا مادر ما را سایکویی خب برو
بچه نمیفهمه نافهم تو پیچه سفید زن شدین بچه اشتین امروز صبح پیر شدیم دی سفید میشه تو نسوار دا دانت انداخته چی بگویم حالا در کدام از آدم بگویم تو مادر دا کلان که دا فامیل کارکت مخورد و مرکم روان میشه دیگه خب حال مادر ما خب حال گذشته از او حال اعلام نمیده از گب تو هم نمیشه امی دیگر تو بفهمان که نکنه جوان است هنوز اون اگه تو بگی اگه شو از گفت ها دیگه کار کو 4 روز دیگه رقم باشه بودری میشه والا همسایه خوش داشته باشه ایش از اینوی جا بتون میته باز بره بخیر این امیال کس خوش نداری شده اینجا خب میشینم دیگه از مجبوری خیر روش خیر تشویش کار میشه اونم در بیرون هست دیگه خیر خود تو بیشی خوب ما چکر برم دو کجا شده اونم اون طرف زیر درخت ما چون چی کلر ایسته باز کمار گوشم ایسته که نگویی هم نمیشه دیگه بیخی بان برو بفهمه چایم نخوردی خب اینجا باشه شاید بخورم من برو مولی را جور کن خب چی کنم باز میایم گفتی همون کلانم قفای بوتم پوست سید بگرده پوست پیاز بگرده من میایم نه خیر آمدنت بیا به هر صورت قدم های سر چشمای نانو جان دختر ما در حساب که باشه دختر ما نمیتم بس از همه غمای بی پدریشان بر من زیاد است نمی خب دلیلش چی چرا نمیتی بچه ما چی کرده بچه ما چی شده نه بچه نداره پای نداره جوانی نداره کاکگی نداره بگو چی شده بچه ما شکر هر چی داره بچه دستم داره پایم داره جوانیم داره مقبولیم داره خدا روزی پدر مادر خودش کنه اما نه ما دخترکای من نمیتونم ما به خون دل اولادکای ما کلان کردیم اون برای خودت نانو جان معلوم است باشه که در دست پای خود شوند اینجا چشیده نمیکنه سر بد نخوره نه وان که سر پای خود استاد شوند هر کدامشان خودشان تصمیم خود باز بگیرن از ما که در خانواده خوب دیگه نخواد تو پیدا میکرده بتونی قربان سرت شوم بهترین خانواده ماستیم چی میکنی باشه؟ سلام علیکم بخیر سلام میکنم چه خانمی؟ می آمده ما کامیال نام می آمد طرف خدا چرا انداختی تو خانه سر مادر خودی؟ چی کرده؟ چرا اذیت میکنی حالا؟ چیز نگفتیم لالا ما خبر شدیم خب؟ میگم ما چیز از اول مامانت نگفتیم از کلش خبر شدیم نکو اذیت کسی را فهمید چیز نگفتیم لالا بیا که حالا چیز کامیال کشف میکنی؟ چیز نبود چیه؟ بابا چه اصلاح شد خب؟ اما قمیگم با خدا باز جگر خونت میکنم با خود گم هستیم صبح برو شام بیا خب؟ نکوی تو کارا را آزاد هستیم آرام هستیم در بین خود خوب خوش هستیم قدر عزت یک دیگه خود داریم احترام به کلان خود داریم میال نام خدا این بچه ما ببینی هر دو بچه بازی زیادتر دیگه ای مادر جان میگه و مادر جان میگه که احترام ما میکنه کمی از آرام مادر جان از دانش بات میشه او خود سعیسته شکر که من دختر سعیس خب بچه مادر است میفهم نه خوار حال خب وقت شوی دادن دخترایم نیست با تصمیمش کلش به دست خوار کلانش است چرا که خوار کلانشان حمایه میکنه نانو جان اونمو ما خانم میبینی که در خانه هستم خیلی تو باید چی کار میدی که مادر هستم خور کلانش هم پدرشان است هم بیادرشان هم است برشان امروز نه والا تو بخیش تو با میگی خیلی مادر از پیش تو اذیت میشه خوار از پیش تو اذیت میشه خب خیلی من میرم خب مقصد باز میایم دیگه دل دیگه خوش میشی خفه میشی ما باز میایم تا که حساب معلوم شد من بیا هزار دفعه خب یک قدمات سر چشمای خیلی من رفتم دیگه بچه خب رفتی؟ با مان خدا پناهت با خدا با مان خدا خدا رفتم قربانت با مان خدا
الو چطور نسوار انداخت اینو میگرفت اینو مت کش کرد لبت تخته کرد اینو میجد بعد ما دختر مده بود رکی نمیتم الو توبه مادر از پیش تو ناراض، خوار از پیش تو ناراض، چی کنیم که تو خیلی؟ گفتم می آمدم مکندل طرف خانه نامدم خودت آمدی این خود تنها موضوع از این است، حتما زیکا یا تابلیکا چیز میخوری ها؟ سیگرت خودت نمیکنه آقا ما تو رک صدا میکنم با چرا نمیگی کلام صدا میکنم خیلی خانه حالا می آمدم امیل طرف خانه خودت آمدی لامده برای کو چی جور کده خدا بیا چی شدین دخترم قدیر کردین فقط بوی نان از چا میکشن بچه خطه چا مادره خدا بچه عمرت 1000 ساله کنه دخترم هم تو سی دست پای مستی بچه مشکل چون میارم برو میاره بیش بچه آرزو آرزو چی شدی دیگه دخترم تیز تو دیگه فهمید تو این وقت دیارم خب دسر شروع شما شروع شروع کرده چیزی خوب خب دسر شروع دختر ماما پس هوا بکش این شروع گفته یک کلر صاف روغن انداخته آرزو رو مامان جانزو الله بیا بچه بیا پس هوا ما بکشی دختر ما ایران میخواه یک ذره بی روغن نه که اصلانات برای پیشا پیش میگه با مادر و روغن بکن که بکشه که زود چشمش پت شو بر از دنیا جای خود کلان میکنه چرا کن من نکردیم مادر جانزو خورد یه دنی رو بگی نمیشم روغن خودش نمیتونم یه چیزی بگی من نکنی که گفت یک ذره قبیس از من نیست بیا قاشق نداری باش سمترم باش که برای اینه ای دنی هم بیرون یخی روغنی زد نفس من میکنم دختر چی میکنم میرم میشه بکنم چرا کن نه باشه بوده پیسی پیچو برای خیلی ببینم آرزو چرا که روغن انداختی کمک روغن مونده بود مکش انداخت هم نبود دخترم هم مونده بود مادر حالا بچه بیا خورد کجا برسه روغن بخره پیاز بخره کچالو بخره چی بخره تو دروازهشان 4 پلا قوز است ده 4 روز ده 4 روز نی سر است نی صداست کجا هستن یا ده 4 خانم خانم نباش بریم خانه ازش بریم خانه ازش میری یا هجا میری الو اینا لگه ایجا برم نسوار انداخته دانش بوی میته الو بیخواره کار دانش چه کار داری؟ بازت شلا میگیره ما چکاری چطور پچک ما چا میکنه از این نتر از یاد دوستم داره چلا پذیری با ضعف دان خودم یک دفعه اف میکنه که دل جگر آدم بالا میبره گوشت خود چه میخواه روغن داره این کنی خدا هر دست ما نمیشه به دیگ کاسه که بخیزم خودم دیگ کاسه باش که حال نام بیار دخترم نام چه شد؟ راست میگه داشت کنی بچه باش نه بچه که گرد دیم میگه مادر تا گرد میزنی این میده دیگه میسا سر جا خدا باش پایگاه آره تو طرف جا سعید تو نبردی؟ دختره که پرتنیس نداره که در پرتنیس بانه بیاره طرفی مادر جا بچه اگر شخصا یاد بگیرید در پرتنیس بانه نه این ما تو در دست تو هم میگیریم فقط بچه در شاگردای هتل باشه چای نانه خوش کردی خیلی بینو دخترم بیا آرزو ما تو بینیم دیدی تکنیم چه خر روغن دارم میگم نه روغن خیلی که قاشق میکنی قاشق نباشه قاشق میخوام کنیم علاقه میخوام که مقصد نه خود مزدار دخترم دوست درد ندیم بیا داشت
بیا کال کجا هستن؟ ما تو دام و قصر صدام کردیم خبر نشدن. نی بابا خدا میکنه که چی میکنه حالا کجا بریم؟ اوجا پرده زده کجا؟ یک اینجا بوتامون نگه سیجا بریم. اینجا بوتامون نگه سنیده میخوانم هستن بخیر. کجا هستن ولی؟ آنها به خدا دیگه چی میشه؟ آمده را رد نیست. حال خامدین. بیا توکل ما به خدا. چی شده؟ انت خوراک کل خانه شد دست ببره خبر هم نمیشن. بیا هستین جمال که جان؟ بله هستین. حالا رساندم شما برشون موتر گرفتم ما رفتن. بیجا بالا. دیگه من نرفتم عمرشون. چرا تو عمرشون نرفتی؟ ننم گفت نرفتم. یک ذره خوب نبود به خاطر. مریض هستی؟ خوب نشدی هنوزم؟ نه هنوزم. بیا انشالله که خوب میشه. انشالله. بیا انشالله که بخیر و خوبی قبول کنن. هم دخترک سلما را بیته و بیادرم. خوب است دست کده است میخوانم ما. آینده شم. بیا بله. یا الله خیر. بسم الله. الله بیا بخیر. بیا بارش مجبور چون میکنه بیا. مقایمش میکنه. خب. اینا بخیر. حالا آمدیم بخیر. بخیر. حالا می خبر یک چیز پرسان کنم کمیار رفته بودن یا نه؟ الو تو خانم در این خانمی تو خانه درون است. چطور سر خوردن هستن خوار جان هلا چطور 8 هفت رفتم اینن بیا خوب وقت رسیدیم خوشیم دوستم دارم مامتر دوست دارم میمان کار داریم خوار جان سلام علیکم خوب هستی؟ دختر گلم ساعتمن جان دروازه کوچه سلام جان آمونه سلام علیکم زنه ورجان خوب هستی؟ جانک جون چی هم داری؟ ساعتمند هستی؟ خوب هستی؟ چی هم داری؟ علیکم بچه خوب هستی؟ ساعتمند جانک جون چی هم داری؟ سلام و علیکم السلام خوب استیچین مزاحم نام تا نمیشیم وجه بشی بیا آچون سلام بشی خیر است نه همینجا میشینم همینجا میشینم بشی همینجا میشینم بیا نه نمیجا میشینم سایسته جنبی که دیگه خدایی ورز انجام کرده سعی میشینم آزاد نه سرال خوشم داری با خدا گفتم نه خوشیم دوستم داره خدا بیامرز روشن میبینم از این تحصیلشون به یک طرف خام اخلاق یک نفر نی نمور مادرم شانم خوش حالا بیخی هیچ ما گرفتن هم میتونم که بیبی میگه که شهید دفت میگه دیگه شهید دفت میگه دیگه بیخی لبین استخوار مگرداد شدیم چی کنامشو میگیره نه سلما کلانشو میگیره گفتم کلانشو میگیریم خب سلما نتیجه چی میشه انشالله خیر باشه بلکل کار کردی؟ دیگه کار نمونده چی کار نکنیم دیگه سعی کده این یه خوشه کارم چقدر گپ میزنن تو امروز کارشو بتنهایی کردی؟ نه بتنهایی خالق از کار میموره از کار کردن کس نمیموره اگه مادرم میبود باز یک کار میشه نچیم نکردی کار یکان وقتم پشت کارهای شما دم دق میشه که نباشه در خانه شاور خطا بودن اما شاور دلشان بود که بریم که بدر بخیر تیزی کنه ما گفتم وار خطا نباشه هنوز معلوم نیست این دفعه شما رو شدی نمیته که رفتیم توکل به خدا گفتم بریم یک دفعه اما شما معلوم کنیم خدا کوشش خدا خیر بده میفهم که کوشش تو زیادتر است خب من زیادتر کوشش میکنم که یک آدم خانه شباب چقدر چراغش روشن شده من دایی بیسا خوش هست نه فهمیدم که کوشش خودت زیاد است انشالله که از گپ تو باز نمیفتنم با گرگه مرا دیدی؟ چطور سعی داره؟ نه به زبان هم هستیم که نانمانم چیز دادن ندادن گفتیم یک درک شیر برش گفته بودم من میگم که بخش یک چیز جور کنه که کمک شیر برش که گرفتن مزاق میکنم مادر نبود چرا که دارم قلب من استاد میکنه آزادت میکنم خیر برو بکنی خیر است از خاطر ما نشرمین خجالت نکشه دقسی گوشت نباشه
نم تو بیگوشت هم مزه میده خوشو جان. بیگوشت هم مزه میده بچه. گوشت این باشه دیگه میمونم سر چشم نبودی. دختر ماست. خانه خود ماست. میمون گفتن تلفن زنگ زدم تلفنایتان رخ نکرد. خب کدی که آمدی خب کدی آمدی. باز دختر گفتم بیا بچیم کم تا بریم بی خبر بریم خانه بیگانه نیست خانه خودم است. خانه ورم است. ما میمون گفتن همیشیم. بس از بچه خشکش کردی ها. برو بعد اگه در میخوری بعد کم شروع دیگه باز بعد. نه حالا ما این نگی کمش کن که بعد آدم میایه. همین شروع که پرنگوک باشه باز بعد آدم میایه. شروع را خوش داشتم و چپن هم نکشتم تشتم. باشه جان من نمیتونم نان ترکده را خوردم. شروع باشه انتا نان ما چکر میکنم میخورم. نوشک جانم. برو از طرف دین ما ترکدگی میخورم. نه دختر مادر من آزار میتیم. بسندیم شد. آخوی خود طبیعیستی که جای خالی مادر همیشه احساس میشه. جای مادر کس گرفتن نمیتونه. جای بیبیرم که از گرفتن نمیدونم آره ما بیبی من یاد میکردم که چند بکس دایم پشتت بزنم بچه الله دستای تو هم بسازی که رنگ هستش چطور موکم میزنه بازی سرزور دست خود نمیفهمم و دست نمیزن که دیگه متکار نکنی ما خود زیادتر اوقات که شوخی میکنی گپت نمیزنم شه غمادورا میخوریم خدا غم بخوره سلامت باشین نه شکر خدا که باشید به خاطر ما جمع است که برادر اونجا وقت بشه پیش ما رو 100% کوشش دارم 100% کوشش دارم که یک سر برنامه نیک از خانه بابی خود یا از خانه ننه خود مبرای این جای افتخار است بشک هیل باید هر مسلمان یک هر آدم کوشش کنه دخترها دیگه سر اسب مست خود سوار است دیگه پروای جودی و ناجودی و گپ سخن ندارن مقصد دل مادر پرته به خدای نمی دختر هاست که مستم بیبی به خدا شکر در سر شد یعنی دختر کلان خب برام بچه است پدری خانه جور شده یعنی تمام یعنی مصارف خانه به دوشونم دختر است اگر اون نمی بود گفتی اگه تا ما چی میکنیم برو شکر هزار بار شکر برکت همی دختر است 1000 بار شکر 1000 بار زنده باش شکر که گرد گوشه حقت پر است زن ایورزن جان چه کنیم دیگه دنیا زندگی است پای ما در لب گور رسیده دیگه همی دختر هست که همی کاربار یا نکنن دیگه کی میکنه خیلی بگیره میخورم هیچ زن ایورم از یادش نرفت دایمی همی گوشت دمی سر ترکدگک میمونه رحمت مزام میته باز خوب که شکم سیر کرده و جای نان خوردن نمون باز وقت گوشت بخوری مزام نمیتنی خواهی تا سرک رساندیشن تا سرک رساندم موتر گرفتن جایی فکر کردم خواهی تو هم رفتی نه من چطور تنها میمانم هم قدم زده پس آمده بخیر است بیرو بریم اگون کار که ماندم تو جمع کنیم که باز مادرم بیا پوشید کف میزنه قصد کار ماندم از بیرو من یک چیز که تید باش زود در چشم از ما میخوره گال در چشم مورد نخوره پناه به خدا خیر باشه میش انشالله بخیر دیگه رفتن بخیر اما رفتن خب رفتن بخیر خب خدا بخیر یک اول خوش بیاره آی لا یامین برو بخیر بیا یا الله خیر برو دختر برو که میزنم برو دیگه برو بیشی جاکره پگل نکه بیشی خورک دیگه که بدون شرنیم از خانیت نمیرم خب کدی آمدی بیدیو باید امید آمده چشمای خدا امیدتان نامید نسازم خب حال چی کنیم که سلمان راضی کنیم یگان پلان در فکرت نداری؟ یگان پلان بگیریم شاو میگیم پیر شدیم من جایت خط افتاد آدم کشی کنه الان بچستی؟ خب مشکل دمه چی از دکتر هیچ مشکل نداری سیگرت میزنی لوچکی میکنی در سر کوچه کتب اندیوالت لوچکو طرف میگردی هیچ مشکل هم نداری نه رسای کنه آخری بچه رسای کنه چی کنم که شما مردم